بالاخره رسیدیم. گفتم بیام بهتون اول خوش آمد بگم و چند تا چیز رو بهتون بگم. از امشب این ویلای شماست. ویلایی که ما گوشه گوشش رو برای شما با عشق درست کردیم. یعنی هر تیکه از اینجا عشق یه سری آدم با عشقه که اون پشت نشستن و دارن شما رو نگاه میکنن. این ویلا دو تا قانون خیلی مهم داره. یکی احترامه و یکی عشقه. به هم احترام بذارین، به خودتون احترام بذارین، به ویلا احترام بذارین، به هم عشق بدین، از هم عشق بگیرین، به ما اون پشت عشق بدین، ما بهتون عشق بدین. کلا عشق و حال براش. عشق و حال و صفا اینجا به راهه. چیرز به همتون. یه دونم به من بدین باهاتون میخوام بزنم.